سرخط خبرها. بزرگداشت 37مین سال روز خروج شوروی سابق از افغانستان. محمد یعقوب مجاهد خواستار کنار گذاشتن اختلافات قومی و پرهیز از انتقام جویی شد. حضور پررنگ سرمایه گذاران افغان در ازبکستان گفته که 636 شرکت با سرمایه گذاری افغان ها در این کشور فعالیت می کنند. از جانب دیگر حال فعلا منبع سرمایه که از منابع سرمایه گذاری افغانستان در ازبکستان است. و اعلام آمادگی ترامپ به دیدار با خامنه ای. وزیر خارجه امریکا میگوید که واشنگتن گفتگو را راه حل بحران ها می داند. من مطمئن هستم که جنگ بزرگی بین امریکا و ایران صورت نخواهد گرفت. سلام و وقت شما بخیر. به مجموعه خبر این ساعت از میز خبر خوش آمدید. امروز یک شنبه 26 دلو 1404 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 15 فوریه 2026 میلادی. مشروع خبر. محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع امارت اسلامی در 37مین سال روز خروج شوروی سابق از افغانستان بر پرهیز از اختلافات قومی و زبانی تاکید کرد. او گفت بر همه واجب است که با آینده فکر کنند و از انتقامجویی دست بردارند. وزیر دفاع امارت اسلامی میگوید که غلامی یا دستور هیچ کسی را نمیپذیرد و در چارچوب احترام متقابل به دنبال تعامل مثبت و سازنده با جامعه جهانی هستند. و گفت که برخی کشورها تلاش میکنند افغانستان را به هر نام بدنام کنند. او به منطقه و جهان اطمینان داد که افغانستان به هیچ کشور تهدید نیست و به کسی اجازه نمی‌دهد از خاکش علیه دیگر کشورها کار بگیرد. مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرا نیز در این مراسم تاکید کرد که وحدت و اتحاد تضمین کننده بقای نظام اسلامی است. امارت اسلامی در پیام به مناسبت 37مین سال روز خروج قشون سرخ اتحاد جماهیر شوروی از افغانستان از این روز به عنوان روز پرافتخار یاد کرد. در اعلامیه امارت اسلامی آمده که جهت‌های متجاوز باید از تجاوزهای پی هم در یک قرن گذشته عبرت بگیرند و بار دیگر در برابر آزادی مردم افغانستان اقدام نکنند. گزارش از نستر نمیری. 26 دلو برابر است با 37مین سال روز اخراج نیروهای اتحاد جماهیر شوروی سابق از افغانستان. روزی که پایان یکی از خونین‌ترین و تاثیرگذارترین دوره‌های تاریخ معاصر کشور را رقم زد. امارت اسلامی در اعلامیه 37مین سالگرد اخراج نیروهای اتحاد جماهیر شوروی از افغانستان را تبریک گفت. در اعلامیه آمده است که 3 بار آزادی افغانستان از اشغال در بیش از یک قرن گذشته نشان دهنده آن است که مردم افغانستان در راه پاسداری از دین و حفظ استقلال از عزم و تعهد راسخ برخوردار هستند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی میگوید که جهت‌های متجاوز باید از پیروزی‌های جهاد در افغانستان عبرت گرفته و بار دیگر در برابر آزادی مردم این سرزمین گام بر ندارند. این که در طول بیش از یک قرن برای 30مین بار نیز افغانستان با نصرت و یاری الله جل جلاله از اشغال آزاد گردیده است نشان دهنده آن است که مردم مسلمان ما در راه پاسداری از دین خویش و حفظ استقلال و آزادی عزم و تعهد راسخ دارند. لازم است که جهت‌های متجاوز در آینده عبرت بگیرند و بار دیگر علیه آزادی و حریت مردم افغانستان گام نبردارند. در 6 جدی سال 1358 ارتش اتحاد جماهیر شوروی برای حمایت از حکومت حزب دموکراتیک خلق به افغانستان یورش برد. این مداخله نظامی با واکنش گسترده مردمی روبرو شد و در پی آن جبهه‌های مقاومت در سراسر کشور شکل گرفت. با باور آگاهان سیاسی خروج نیروهای شوروی از افغانستان نه تنها رویداد سرنوشت ساز برای مردم افغانستان و تاریخ اتحاد شوروی بود، بلکه نشان داد هیچ نیروی خارجی نمیتواند برای همیشه در سرزمین بیگانه باقی بماند. خروج آنها این به ما نشان میده که نیروهای خارجی بالاخره یک وطن ترک میکنه و میبره و این به مردم بومی امان کشور تعلق داره که بعد از خروج نیروهای خارجی چطور یک حکومت برای خود انتخاب میکنه و آیا
قابلیت و ظرفیت سیاسی را داره که از جنگ‌های داخلی خود محفوظ داره یا نه. شمار دیگر از آگاهان میگویند که با خروج نیروهای شوروی جنگ در افغانستان پایان نیافت و پس از آن افغانستان وارد مرحله تازه از بحران‌های سیاسی و درگیری‌های نظامی شد. 15 فبروری یعنی آخرین روز قوای قشون سرخ در افغانستان که کاملا از اینجا برآمدن، این باید روز خوشی و افتخار برای افغانستان و بر مردم افغانستان می بود، اما متاسفانه این روز آغاز بدبختی های بعدی و آغاز برنامه های بعدی قدرت های بزرگ جهان بود. اشغال افغانستان از سوی اتحاد جماهیر شوروی نزدیک به 10 دهه ادامه یافت و هزینه‌های سنگین سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بر کشور تحمیل کرد. پیامدهایی که آثار آن تا امروز نیز محسوس است. سرانجام پس از سالها مقاومت مردم افغانستان، افزایش فشارهای بین المللی و تحمیل هزینه‌های سنگین نظامی، ارتش سرخ شوروی در افغانستان شکست خورد و در 26 دلو سال 1367 آخرین سرباز شوروی خاک افغانستان را ترک کرد. از این خروج به عنوان یکی از بزرگترین شکست‌های نظامی اتحاد شوروی در تاریخ معاصر یاد می‌شود. مشاور معاون رئیس جمهور ازبکستان اعلام کرده که همکاری‌های اقتصادی میان تاشکند و کابل به یکی از ارگان‌های اصلی روابط دو کشور تبدیل شده است. جولان وهابوف گفته که در حال حاضر 636 شرکت در ازبکستان فعالیت می‌کنند که با سرمایه‌گذاری افغان‌ها ایجاد شده است. گزارش از ناهیتا اندر. جولان وهابوف، مشاور معاون رئیس جمهور ازبکستان و رئیس انستیتوت بین المللی آسیای مرکزی اعلام کرده است که همکاری‌های اقتصادی میان ازبکستان و افغانستان به یکی از ارکان‌های اصلی روابط دو کشور تبدیل شده است. به گفته او در حال حاضر 636 شرکت در ازبکستان فعالیت می‌کند که با سرمایه افغان‌ها ایجاد شده‌اند. رئیس انستیتوت بین المللی آسیای مرکزی افزوده است که از میان این شرکت‌ها 562 شرکت به گونه کامل در مالکیت سرمایه‌گذاران افغان قرار دارند. وهابوف در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی اکس نیز نوشته که در سفرش به کابل با تاجران افغان دیدار و پیرامون تجارت و سرمایه‌گذاری میان دو کشور گفتگو کرده است. سیاسي اړیکې هم د دې سره د راکړې ورکړې سره ډېرې ښې کېږي او ډېر پرمختګ پکې راځي. په اوس حالاتو کې واقعاً چې دغه ډېر پرمختګ کړی دی، دغه هېوادونه د راکړې ورکړې په برخه کې چا خواته زموږ تجاران ځي او دا خواته دوی تجاران راځي، دوی مالونه د موږ هېواد ته راځي، زموږ مالونه دوی هېواد ته ورځي. دا ډېره ښه اغېزه کولی شي. در همین حال شمار از آگاهان میگویند که گسترش همکاری‌های اقتصادی میان افغانستان و ازبکستان از جمله فعالیت‌های صدها شرکت با سرمایه افغان‌ها در این کشور می‌تواند به یکی از پایه‌های اصلی ثبات سیاسی و اقتصادی دو طرف تبدیل شود. به باور آنان چنین همکاری‌های نه تنها روابط دو جانبه را تقویت می‌کند، بلکه ظرفیت آن را دارد که امنیت و اعتماد منطقه‌ای را نیز افزایش دهد. اگر ما چنین باشه مبلغشان فکر میکنم که این مفاد زیادتر میکنه، برای از اینکه ازبکستان دارای بازار بسیار قوی برای ما و از جانب دیگر حال فعلا منبع سرمایه یکی از منابع سرمایه گذاری افغانستان در ازبکستان است. گفتنی است که با روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی، کابل سیاست تقویت رابط اقتصادی و سیاسی با کشورهای منطقه را در پیش گرفت. اکنون گفته می شود که افغانستان در آستانه تبدیل شدن به نقطه اتصال منطقه‌ای قرار دارد، جایگاهی که می تواند به رشد اقتصادی و تقویت ثبات سیاسی همه کشورهای منطقه منجر شود. و در خارج از کشور، مارکو روبیو وزیر خارجه امریکا گفته که اگر علی خامنه‌ای رهبر ایران درخواست کند، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده حاضر است با او دیدار کند. روبیو گفته این دیدار به معنای امتیاز دادن به خامنه‌ای نیست، بلکه ترامپ باور دارد راه حل مشکلات جهان گفتگو است. پس از افزایش تنش‌ها در منطقه و تشدید تهدیدهای لفظی دونالد ترامپ مبنی بر حمله نظامی به ایران، مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده اعلام کرد که رئیس جمهور این کشور آمادگی دارد با علی خامنه‌ای رهبر ایران دیدار و گفتگو کند. این اظهارات در حال مطرح می شود که فضای سیاسی و امنیتی منطقه در یکی از حساس‌ترین مقاطع خود قرار دارد و نگاه‌ها به تحولات پیشی رو دوخته شده است. روبیو در حاشیه نشست امنیتی مونیخ در گفتگو با بلومبرگ گفت که اگر علی خامنه‌ای رهبر ایران درخواست کند، دونالد ترامپ حاضر است با او دیدار کند. روبیو گفته این دیدار به معنای امتیاز دادن به او نیست، بلکه ترامپ باور دارد راه حل مشکلات جهان گفتگوست. تقریبا با اطمینان میتوانم بگویم اگر آیت الله فردا بگوید میخواهد با رئیس جمهور ترامپ دیدار کند، رئیس جمهور با او دیدار خواهد کرد، نه به این دلیل که با او موافق است، بلکه چون معتقد است این راه حل مشکلات در جهان است و دیدار با کسی را امتیاز دادن تلقی نمی کند.
وزیر امور خارجه آمریکا در بخشی از سخنانش هرچند دستیابی توافق با ایران را بسیار دشوار می‌داند، اما میگوید که ترامپ ترجیح می‌دهد مسئله ایران را از مسیر توافق حل کند. او گفت که واشنگتن اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دستیابی پیدا کند و با اشاره به اعزام دومین ناو هواپیمابر آمریکا به منطقه گفت که کشورش به دلیل توانایی ایران به حمله به منافع آمریکا در منطقه این نیروها را مستقر کرده است. در همین حال شماری از آگاهان روابط بین الملل با توجه به برگزاری مذاکرات میان ایران و آمریکا و برگشت هیات دو کشور به میز گفتگو باور دارند که جنگ میان تهران و واشنگتن اتفاق نخواهد افتاد و فکر میکنم این مذاکرات در کوتاه مدت برای حل چالش‌های ایران و آمریکا کارساز نباشه، اما مطمئن هستم که جنگ بزرگ بین آمریکا و ایران صورت نخواهد گرفت. قرار است دور جدیدی از مذاکرات ایران و ایالات متحده در ژنو برگزار شود و هشدارها و تهدیدهای متقابل نیز گاه تند و گاه هم نرم ادامه دارد، اما روسیه اعلام کرده که برای کمک به کاهش تنش میان دو طرف تلاش میکند. سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه گفت که مسکو همراه با چین برای فراهم کردن فضای مناسب جهت گفتگو میان واشنگتن و تهران تلاش میکند. سپاسگزاری میکنم از همراهی شما. تا این دم به همین ترتیب رسیدیم به پایان مجموعه خبری این ساعت از رئیس خبر. تا دیدار بعد خدا